با سلام خدمت بینندگان برنامه یه نگاه بود یا نگاه یک؟ ولش کن. من دکتر امام جوش هستم. من یکی از رفقای گارد امام بودم، یعنی امام تو فوروارد، من تو گارد. خب اگر موافق باشید ما از به اصطلاح فعالیت‌های جناب عالی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی شروع بکنیم و قدری از موقعیت اون موقع خودتون بفرمایید، متولد کجا هستید و فعالیت‌های قبل از انقلابتون رو قدری برای بینندگان عزیز تشریح بفرمایید. بله، والا من در برج مراقبت فرودگاه مهرآباد درست همون روزی که هواپیمای امام فرود اومد متولد شدم. از همون لحظه اولم فعالیتامو شروع کردم و فریادهای ضد استکباری ما همونجا سر زدم که به صورت ببخشید متولد شد. البته من پیش از انقلابم، یعنی قبل از تولدم، مبارزات مخفی داشتم که سابقه زندانم داشتید؟ بله داشتم، درشتش هم داشتم. قبل از انقلاب ساواک به خاطر فعالیت‌های گستردن دنبالم بود که خودم برای عادی سازی افتادم تو کار مواد مخدر و قتل و شرارت و که خوشبختانه به همین جرمم گرفتن. من نتونستنم بفهمن که من با امام کار می‌کردم و فعالیت داشتم با امام راحل. اون وقت آقای دکتر در قالب چه تشکلی در اون مقطع فعالیت می‌کردید؟ والا تشکل که منم در قالب خودم تشکل میکنم و تشکل میکنم از همه دستاندرکاران برنامه که اینجا حضور به هم رسوندن، اما بیشتر با گروه شعبون بیمخ و رمزون یخی و اصغر قاتل و اونا کار میکنم. وقت با چه اهدافی این گروه تشکیل شد؟ با اهداف متعالی امام که در سیره بالا بلند ضد استکباری برای فتح قله‌های هسته‌ای و قرائتی نو از موازنه راهبردی ولی امر مسلمین جهان خلاصه میشه. آبا تو هم گیج میزنی ها. اهداف گروهتون چی بود؟ اصلا گروه کجا بود که اهداف داشته باشه؟ اون موقع خود امام ترک یکی دیگه سوار بود، بعد تو هم یک گروه. آبا منظور من مرد خوری و مفخوری و لاشخوری و که اهداف، اینا که اهداف نمیخواد. یه گلوی تازه بفرمایید، آب میل کنید آقای دکتر، اگر که بالاخره تهیه کننده محترم برنامه هزینه کرده و زحمت کشیده این آبو تهیه کرده. نخند، آب بده. آقای دکتر از کی دقیقاً با اندیشه‌های از امام آشنا شدید؟ الان زمان دقیق، والا اون زمان به خاطر فضای اختناق امکان آشنایی با افکار امام تو شهر خیلی دشوار بود. اما یادم یه سال تابستون با دکتر سبزعلی رضایی رفتیم دهاتشون، بعد منو برد یه جایی دیدم افکار امام همینجوری داره تو فضا منتشر میشه. خودم خیلی تعجب کردم. چاق، چله، پروار، شیرشو میدوشیدن. که من همونجا با افکار امام آشنا شدم. اون افکارش این شکلی در من نشو و نما پیدا میکرد. از اون زمان هم ارتباط من با امام برقرار شد. از چه طریقی؟ از طریق اینترنت. همین الان هم امام با من چت میکنه، منم با یاد و نام ایشون چت میکنم. عجب. مشرجب ریش امام یک وجب، تو میدی بزن رد نجب ببینیدی دد نجب. آقای دکتر با توجه به اینکه نظر امام این بود که روش‌ها و اقدامات مسلحانه رو برای پیشبرد اهداف انقلاب جایز نمیدونستن، شما این موضوع رو چجوری حل کرده بودید برای خودتون؟ والا چه امام جایز میدونستن چه نمیدونستن، من خودم به شخصه اصلا سمت عملیات مسلحانه نمیرفتم، نه به خاطر ترسا، کلا به خاطر اینکه من خودم شخصا به این موضوع حساسیت دارم. این صورتم جوش میزنه، عطسه، آبریزش بینی، بعد دیگه اصلا استخونام میگیره، بدنم قفل میکنه، اصلا مغزم هنگ میکنه، مکافاتی دیگه. اما این موضوع رو مقام عظما از همون موقع تو چایی حل میکردم، میزدم بالا. میزد دیگه عمل. یادتون هست دقیقاً 12 بهمن 57 کجا بودید و چه میکردید؟ اگه بخوام بگم برای به دوش کشیدن بار نظام نوپای جمهوری اسلامی داشتیم تو باشگاه بدنسازی رو عضلاتمون کار میکردیم. 7 8 9. یعنی دقیقاً کدوم محدوده ها میشد؟ میشد محدوده 6 بازو، فیله ستونی پشت، 16 کمر، 3 گام مایچه، کول 23 کول، 2200 گردن، 2200 این قسمت چپ راست. ما به این صورتی که کار میکردیم ما تو باشگاه. حالا ناگفته هایی به ذهنتون میرسه از اون 10 روز عرض شود که از 12 بهمن تا 22 بهمن که تا حالا جایی نقل نکرده باشید و الان بازگو بفرمایید برای بینندگان ما؟ 10 روز خیلی 10 روز سرنوشت سازی بود.
چون امام هم از یه سفر طولانی اومده بودن، خسته هم بودن، همون شب 12 بهمن مثل خرس افتادن خوابیدن. گفتن انقلاب پیروز شد، منو بیدار کن. بعدم دیگه خور لاکن پف، خور لاکن پف، خور لاکن پف. ما هم که صحنه رو اینجوری دیدیم همینجوری رفتیم بغل امام، همونجا خوابمون بود. یاد امام بخیر، هر وقت منو میدید سرشو بر میگردوند، نگاه مخملیشو میدوخت تو چشام، میگفت دکتر بتاز. چنین عبارتی رو امام کجا به شما گفته بودن؟ وقتی سوارش بودم دیگه، اینجوری میزنن ترک، برمیگشت این جمله تاریخی رو بهم میگفت دکتر بتاز. منم متاسفانه وقت این برنامه به اتمام رسیده. گفتگوی خوبی بود، استفاده کردیم از جناب عالی. ممنون از اینکه به برنامه نگاه یک تشریف آوردید. بینندگان عزیز، شاهد برنامه دیگر از مجموع برنامه نگاه یک بودید.